از برای خدا شعر اینر همینجا باشه شما نخواد خلطه بردارین خانم بانو لطفا. باز تو هستی بیزار کردی آخیرا. شبکت در جا نیستا. باز چی شد؟ دستگیر کنه خدایا باز چی گپ است؟ شبکت بس حیوان که بخت و کلم ها بکنه داوید پدلالا تبا خفیرش. نبیرگانی بابا چیه سازی شما اینجا هستی جینگل بیز در شما توفان است جینگل بیز چخل سالای نو تا مبارک من رفتم. ما یک چیزا نفهمیدم این سولینا بربک زنی بمبای برفی چیکار میکنه؟ ای یگان سرزده اکا با خدا در داخل این لباس آدم میپزد. نبیرایی عزیزم چی خیل استی؟ مادر جان دختر دام تا بگی ما اما که شوکتو مادر جان ای کانون خلاص شدیم در این گودک زدیم که اکا کانون این اخی دید که یک ساعت در همجا شدیم حتی یک آدم شبهناک نگذاشت انجام اینجا. چی؟ شبهناک گفتی؟ بله. بابای برفی از کو گذشتی؟ چه ها میگوید؟ از این در یک نفر شبهناک برآمد. این هم بابای برفی است میگویم. وای شوکت مرا گوش کنید رفته در شهر چی بابای برفی هست همه شان را به نزد من آرید. پیش درآیید. اینجا یکون کس باشد در تونل منتظر شدم از گرسنگی مردم. در تونل بیهوده منتظر شدم نمیتوانیم برادر. خیر رفته یکون چیز خوریم. باشه در این خونه یکون آدم زنده هسته نیسته یکون چیزی خوردنی ندوره هیچ خیلی قصره ای بمبر قطعی خلدینی که خورید ای با نمیدونی غیری سازی یکون چی ندارن خرگوش زندگی میکنن در اینجا. با خدا جلوت کم پوری سازی شد. بچه تشکیلی در اینجا بوده در بلوی صبح 50 نمود خوراک و ما مردیم این سوزی خریم بعد شما گوشته ملایم بخریم و در اینجا سوزی قاب زهری بدن تون شود. زورو جان این برادری من که باز این دان افتید است که گریخته است از پشتی کنعان لعنتی از همه چی قفا مونده. خوب شد این رو هم فهمیدم لعنتی این خونه را جزیر کردن که اولادی فش همه همینجا جمع شده. در گذشته خیلی نبود 3-4 نفر بودیم اما تنگ بود. خیر خوراک خوردنی ها ما دفشن خوب کنم یکم پس مونده میوه میخریم.